امروز دختر تماس میگیره به من که پدر و مادرم یک کس را انتخاب کردم، من او را دوست ندارم، من عاشق یک کس دیگه هستم. عشق از کجا پیدا شده؟ از پشت گوشی. چه ظلمی که در حق دختران خود نکردیم. دختر همسایه موبایل داره، دختر من نداشته باشه. خب موبایل عزت میده، موبایل قیمت دخترت بالا میبره، زیبایی دخترت بالا میبره، ادب دخترت بالا میبره. من نمیگم موبایل بزرگ و کلان زشت است، اما ما زشتش کرده. از 100% کسایی که موبایل کلان دارن شما به ایمان جواب بگین چند فیصدشان درجه گناه نمیکنن؟ چند فیصدشان به او قرآن میشنون؟ چند فیصد از اونها به او صحبت میشنون؟ 98% از اینها تیک تاک، اینستاگرام، فیسبوک، واتساپ، ایمو، سر کارشون به می است. هست یا نیست؟ امیر بابا بلند میشم. هست دیگه. میاره در عروسی ها میرن، کلی موبایل ها رو کشیده و عروس خیلی خوش است که خیلی عکسای مزیاد گرفته شد. باز شب برو بیادر خود شوهر خود نشان میدن و میگه کاش که میزنه من میبود. چه گناه و معصیتی که جریان نداره. به خدا نه بسیار عفو میخوایم. یکی از علما میگفت وقتی غیرت به مردان، حیا به زنان در سرزمین باقی نمان، اون سرزمین مرده بود. که مردان غیرت نداشته باشن، زنان حیا نداشته باشن. شام، نماز شام دروازه را در قلباب کرد. سعید ابن مسیب خود شاگردش میگم از داخل خانه دیدم آواز در میآید. رفتم نزدیک در، گفتم کیستی؟ گفت سعیدم. گفت به خدا قسم هر چقدر سعیدی که در این منطقه بود همش به یاد ما آمد، اما سعید ابن مسیب این عالم بزرگ اصلا به یاد من نیامد. به مخیله ذهن من هم نمی گنجید که این بزرگوار پشت دروازه ما بیاید. میگه در را باز کردم در حالم حیرانی. میگه دخترش از پشت سرش کشید دم تسلیم کرد، گفت این عروسیت را بگیر. نیازی به عروسی و شیرینی خوری نداره، نیازی به 1000 و 10,000 نفر نداره. عزت این نیست. بگیر عروسیت. میگه حیران مونده بودم، عرق کرده بودم که سبحان الله با کی طرفم. میگه 20,000 درهم من به کف دست من گذاشت، گفت با این زندگی خود را بسازین. امروز پدر خیلی ثروت داره، دختر نان خوردن نداره در خانه‌شان. برادرها خوب ثروت دارن، خواهر نان خوردن نداره. در سال خبرش نمیگیره. چرا؟ دین نیست، تربیه نیست. پدر و مادر از اینها محبت یکی دیگر را به یکی دیگر نشان ندادن. از قرآن و حدیث پیامبر به اینها چیزی نگفتن، از صله رحمی چیزی نگفتن. یاری اندر کس نمیبینی یاران را چی شد؟ دوستی کی آخر آمد؟ دوستداران را چی شد؟ یه جوان به من تماس گرفته، من از پدرم قهر هستم، از خانه پدرم دور زندگی میکنم، من در مزار، پدرم در کندوز است و نان خوردن نداره. به من تماس کشید که من مریض هستم، مرا در دکتر ببر. مولوی صاحب من رو در دکتر ببر. آخه واقعا همیتون نیست. پدر و مادر زنش نان خوردن نداره، خسرو خوشویش این لک دلار داره. دختر جرأت نداره، این زن مسلمان جرأت نداره که از خانه خودش 1 کیلو برنج خانه مادر و پدرش ببره. من رنگ از اونا رو نبینم. این صله رحمی است. او به تو دختر بزرگ کرد، او به چه زحمت ثمره و میوه دل خود به تو داده. الان تو خبرش داری که چه حال داره؟ مرا چه غرض؟ همسایه نان خوردن نداری، گوشت و پلو میزنه. بازو باقی مانده برنجشان هم در داخل باطلدانی خالی میکنه. حتی جرأت نمیکنن که امرم به همسایه بدن، چون ایمان نیست، تقوا نیست، خدا نیست. فکر میکنه همیشه ما دیگه همین قسم چارجیم، همیشه همین قسم آرام هستیم. مادر گرامی، گاه وقت باد و شمال گرفت خدا می آید که در زندگی دیگه هیچ باقی نمیماند.
در وقت خوشی ها خدا را زیاد یاد کن که خدا در وقت غم تو را زیاد یاد کنه. هرچی بیشتر الله را در وقت خوشی یاد بکنی، الله تو را در وقت غم یاد میکنه. ای بنده تو سخت بی وفایی، چقدر مصیبت و درد و رنج خدا خدا گفتیم، وقتی که این رنج و درد ما رفت خدا هم رفت. پس مادرای گرامی بیاین، هنوز خیلی فرصت داریم. همین که نفس میکشیم فرصت است. 1 ساعت اینجا شما نشستیم، میفهمین چند ثانیه میشه؟ 3600 ثانیه. یک روز 84600 ثانیه میشه. 84600 ثانیه. در این 84600 ثانیه چند دفعه سبحان الله گفتی؟ چند دفعه غیبت کردی؟ چند دفعه تهمت زدی؟ چند دفعه روگویی به شوهر کردی؟ چند دفعه دسیسه ساختی به خسر و خشوعیت؟ چقدر بدگویی خسر و خشوعی به شوهر کردی؟ چند رکعت نماز خواندی؟ چند مرتبه صفحات قرآن را باز کردی؟ 1 ساعتی که شما اینجا هستین 3600 ثانیه است. این روز قیامت باز به دردتان میخوره. اون 15 ساعتی که در عروسی تیر کردی کلش باد فناست. روز قیامت افسوس میخوری کاش که همون ساعت ها نمی بود، همون رقص هایی که من کردم، همون گناه هایی که من کردم، کاش نمی کردم. کاش تمام روز در مسجد میچشتم سر صبح که درباره خدا و دین میگفتن تا آخر روز که من امروز بهترین جایگاه را در بهشت میداشتم. وقتی اهل بهشت را به بهشت داخل میکنن میگه افسوس میخورن به همون ساعتی که بدون یاد خدا سپری شد. یه خواهر دم تماس کشید، گفت 10 سال شد از ازدواج ما. گفت جناب مولانا اگر یک مرد در کره زمین بهترین مرد برای زنش باشه اون شوهر من است. دیروز بود یا پریروز بود. گفت اگر یک مرد خوب در کره زمین باشد اون شوهر من است. اگر 2 مرد باشه یکی از اون شوهر من است. گفت نماز تهجدم ترک نیست. گفت از روزی که طفل در بطنم پیدا شده، در شکمم پیدا شد، حامله دار است، گفت شب روز گریه میکنم که خدایا این فرزند مرا عالم دین بگردان. چه مادرایی بودن. گفت من که هتل بلد نیستم، رای هتل هم ندیدم، ثروت هم داریم، پول هم زیاد داریم. سبحان الله. اون هم مادر است، خودش اقرار میکنه، اعتراف میکنه که آرامترین زندگی رو مدارم. یه از کجا به دست آورده؟ از تهجد، نمازهای دل شب. هر سحر برخیز ای دل خدمت جبار کن، تا توانی بعد خدمت گریه بسیار کن. گریه و زاری عجب سرمایه درگاهی اوست، هر صبح سعادت خیش را بیدار کن. فقط و فقط با خدا زندگی کن، به آرامش میرسی. آخرین جمله، فقط و فقط با خدا به آرامش میرسی. فقط و فقط با خدا زندگیت معنا پیدا میکنه. فقط و فقط با خدا به کامیابی دنیا و آخرت میرسی. الله به کل شما هدایت نصیب